برای کشیدن این الگو ابتدا من میخوام الگومو تبدیل به مانتو کنم. از خط کمر به اندازه هر مقداری که میخوایم پایین میایم و خط پایین مانتو رو میکشیم. از خط مرکزی جلو از این پایین به اندازه 1 سانتیمتر بستگی به قد مانتو داره بیرون میریم و به گودی گردن وصل میکنیم. حالا از بعد از اون 1 سانتیمتر به اندازه 2 الی 3 سانتیمتر دکمه خور بیرون میریم. یقه انگلیسیمون میخوایم حدوداً 5 سانتیمتر تا 6 سانتیمتر بالاتر از خط کمر باشه. پس از اینجا هم 2 الی 3 سانتیمتر بیرون میریم و این دو نقطه رو به هم وصل میکنیم. از کنار گردن خطی صاف به دکمه خور وصل میکنیم. این خط رو امتداد میدیم تا بالا. از این نقطه به اندازه 2 سانتیمتر برای خط شکست داخل میشیم و به صورت نقطه چین به دکمه خورمون وصل میکنیم. از گودی گردن خطی صاف به بیرون میکشیم. این خطی که نشون میدم تقسیم بر 4 میکنیم. 3 تا نقطه به همون میده. ببینید 3 تا نقطه به همون داد. حالا از بعد از خط شکست به اندازه 6 سانتیمتر بیرون میریم و 6 سانتیمتر هم برای دال علامت میزنیم. حالا از اون 1/3 پایینی به اون 6 سانتیمتر دالمون وصل میکنیم. و این قسمت پایین رو طراحی میکنیم. پایین یقمونو با خطکش هلال. حالا این میخوایم لبه دال انگلیسیمون گرد بشه. به همین حالت به همین راحتی گردش میکنیم. حالا از این نقطه به اندازه 2 الی 3 سانتیمتر بالا میریم و به اون 6 سانتیمتر وصل میکنیم. میخوایم این دال پایین و بالا مساوی با هم باشه. میتونیم قسمت بالایی نیم سانتیمتر بیشتر باشه. از کنار گردن سرشانه میایم هلال یقه پشت و بالا میریم که با متر ایستاده انداز زدیم. 2 سانتیمتر بیرون میریم و اینو به صورت هلال وصل میکنیم. با گونیا حتما باید گونیا بشه. به اندازه 9 سانتیمتر پهنای یقه پشتمون رو علامت میزنیم و چند تا 9 سانتیمتر بازم باید علامت بزنیم. دقیقا مثل یقه بلیزر طراحی میشه. و قسمت پایین رو ببینیم به این حالت با خطکش به دال یقمون وصل میکنیم. حالا میخوایم لبه دال هلال بشه که هلالش میکنیم. بچه‌ها دقت کنید یقه ها همشون شبیه همه. یقه انگلیسی، بلیزر و یا یقه آرشال همشون بیس اصلیشون یه طوره. یعنی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اینجا هم که توی آموزش قبلی بهتون گفتم لقی یقمون رو حتما باید بگیریم. من حدوداً 1 سانتیمتر لقی گرفتم. پس لقی یقه گفتم بستگی به برجستگی سینه داره. حالا قسمت پایین رو چسب میچسبونیم. و پایین یقمون رو درست میکنیم. حالا ببینید با خطکش هلال باز دوباره قسمت بالا رو درست میکنیم. برای سجاو حدوداً 5 سانتیمتر از کنار گردن علامت میزنیم. از پایین هم به اندازه 7 سانتیمتر علامت میزنیم و این نقطه رو به هم وصل میکنیم.